بودن بسیار خوش است، اما آیین وطنداری باید همه سربازه. ما حالا در قسم نظامی 2215254 قرار داریم و لحظه رو میتوانیم در برنامه از رفت خدمتی اسکر بچه ها منظور شما گردانیم. حالا گروه عربشا کمپانی در صحنه. یکی کماندیر بیا بریم با عدیر در عدیر خانه ای ما چکر خوریم من فتیر هگایا شاد و روزه لا 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 هگایا شاد و روزه لا 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 زبیرنا قامتا راست سالو صدای دوشنبه تقدیم میکنم دردم دم 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 گلیناز بیا همدم و های همراز چه خیلی صدای دوشنبه کدام گلیناز اینجا سربازی وطن خدمتی وطن مادر اما سیف الله بازار من یک قدم پیش شما را با خواهش خود آوردن یا اینکه مجبوری؟ کماندیر جان مرا با خواهش خشون آوردن. آفرین. ضیاءالدین نورزاد چی میگی؟ یک قدم به پیش شما را با خواهش خود آوردن یا اینکه مجبوری؟ من پیش خودم آمدم. آفرین. عبدالستار پیر محمدزاده من یک قدم به پیش شما را چی خود آوردن؟ کماندیر راستی گپا بگو همین سرای کار برآمدم یک قلقلاشید دیگه نمیدونم کماندیر آوردن من اومدم همون رای شما فهمیدنی بدم. اخی بیستا سیف الله بازار الله بای شما در صدای دوشنبه کدام برنامه را پیش می بردید؟ برنامه وای دیلکم وای سرکم تو مرا با کیرپیچ زدی. چی معنی دارد این؟ خانواده. خانواده؟ خانواده. تو دیگر میدانی که این برنامه را پیش بردن نمیتونی؟ من خودم خیت کردم بر وقت دو در من موندم در جان با اومدم. کادر تیاره؟ تیار. ضیاءالدین نورزاد نه بای. تو کیم کدام یک سرود داشتی چمچق ها پریدن رفتن چه خیلی بود؟ پرنده های مسافر رفتن. کجا رفتن؟ خانه شون. با دیگر سرود نمیدانی تو؟ یه حتی دیگه برای زاغا تیار کردیم. برای چی؟ زاغا. چه خیلی زاغ؟ زاغی علا قر چی میخلی حولای تر رادیو از نو میداد با ما خبر. آفرین اخی بیسا عبدالستار پیر محمدزاده من شما کدام برنامه را پیش می بردید؟ برنامه 7 اختر چی معنی دارد این؟ 7 ستاره و 7 حافظ کماندیر. آفرین. سیف الله بازار الله بای با میگن حافظی دایی تو ها؟ من کماندیر جان البوم نو موزی میبرویا خودم میگه کنه با ای همه آلبوم نو یک سرود خون؟ البوم نو کماندیر جان نه تا علمناک شب خونم. چی؟ نه تا علمناک دارم اما کنی خون؟ گریه هایم غرقی خنده هایم غرقی گریه رفتی از من رفتم از تو خی نباشد. کجا خی نباشد؟ ایستا گوش کنید ما باید کمی لحظه های شوخی داشته باشیم. شوخی ها اما کنی گلباز میدانید؟ گلباز من میدانم کماندیر گلباز گل در بالای مرسدس نه جوهرات نه گندم. آفرین. من بگم کماندیر اها گل در دوری تقاره عین صابون نگپش نیست. آفرین. گل در بالای تراکتور تر. اما گلم ما بودو بگیریم چی؟ اگر گل بگیریم پر. آفرین. گوش کنید کنی کی تقلید کرده میتوند؟ علمی رادیو در روزه میکرد کماندیر. عبدالستار پیر محمدزاده. آفرین. با کی میتونه؟ با میتونم گوسپندی کسلی نمیتونه. اخسیل میشه گوسپندا. با همه کسانی نکنی؟ کماندیر با میتونم. کماندیر میدونی چی؟ گودکی نه تولد شدگی نمیتونه. کنی؟ رفتیم. آفرین. شد نگذارم. سیف الله بازار چی گفتنی داری؟ ما گفتنیم کماندیر جان همینجا رادیو خمونا چی میکنه؟ بله رادیو ما را رادیو یعنی که 7 میلیون نفر ما را میبینن. نمیبینن
گوش میکنن اگر رادیوشانو بمونن گوش میکنن. بخشیش رفتیم. کماندیر جان خیلی من فرصت استفاده برده میاد شعر برای اوتا و چم بخونم. برای کی؟ برای اوتا و چم. کنه گیریم مکن و چه جانم، گیریم مکن و چه جانم، تقدیریم بدایم اوی نه خالی یک با چای کلا گیره کنار. آقای کماندیر جان ای تایی دلم برداشته استم. ای در تای دلت الان. کماندیر جان ها. یه سوری دیگه برای عروس من بخونم. برای عروست؟ آه برای عروست تو چی لازم؟ او وای رایو چم و تام ده بسیار تر یاد کردیم کماندیر. کیه با عروست تو؟ اونو وای کی فهم. چی فکر شده؟ فریده جان. فریزه و ابراهیم؟ نه کماندیر جان فرمای خونده کوجو شایگو. کنی رفتیم. فریده جان اگر تو مرا دیده باشی من این شعر برای تو تقدیم میکنم. میسوزم چوشم داغه بر دیلم مای تو بر دیلم جان و جیگرم دیلی زارم دیگه صبر تو خود ندارم. اخی بیستا کی دود کدی؟ ریادواز زیاویدین نورزاد زیاویدین نورزاد کمه چی گیره کده زدای تو؟ کماندیر من یه عروس داشتم فروختی انشب. اوی نه خوب کردی انشب. بس ما در شبکه سرتاسری و مستقیمی رادیوی تاجیکستان در برنامه سپاهی های وطن حضور داریم آه. کنه برای همه برنامه سپاهی های وطن یگان توفه آوردگین آوردگی رفتیم سمرنا خیلی خیلی جورا جان خدمت مادر وطن قرض مردم. برای خدمت جورا جان خدمت مادر وطن قرض مردم. هر آن کس خدمتی مادر ادا کرد رو با باشد چو شیر آید به میدان. برای خدمت جورا جان جورا جان جورا جان جورا جان جورا جان بازار مشت و زوری دیگرانی شب و روز از خفای دخترانی. تو در کوچه و بازار مشت و زوری دیگرانی شب و روز از خفای دخترانی. گوینم لبه آمد مثل زرگوش گریزانی مگر این است آیینی جوانی. برای خدمت جورا جان خدمتی مادر وطن قرض مردان. برای خدمت جورا جان خدمتی مادر وطن قرض مردان. هر کس خدمتی مادر ادا کرد رو باشد چو شیر آید به میدان. برای خدمت جورا جان 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 شو خرم شو پهلوان شو تو رو بر کشوری خش باز بانگو. برای خدمت کنه جان و موضوع بوم کشور باش نگهبان. برای
خدمت برای خدمت کنه جان به حوض بومی کشور باش نگهبان بیا تا بحری ما در تاجیکستان 2 سال خدمت نمای مست دل و جان برای خدمت جورت جان رامنس رامنس گفته شدم نفره و سپستیم شاگل باش چکنم شوی در آدرا چکنم نالک بلبل هی در چمنی گل از بوی گل انا دوستان عزیز با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بوده با شما توصیه میتونم شرکت محیدین مرامت رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین ofisشون در مترو ودنی استادیون های ofisشون مرامت کنین برادرها البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما های مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت محیدین باقی سربلند و خانه آباد باشین همه وقت جیبکاتون پری پل باشد زنده باشین